همیشه زود میب شدیم اکنون دکار رویم نمیمانند ما در آمدنی مجبوریم من خیرت همین دو حاجی برو مای پدر و مادرمو نقض نگاهی میکنن اگر یک روز دو روز نآمدیم سلوی در اوزه خانمون میرم. مقصد داریم که اینجا در حدود آشخانه برای 10-12 نفر آدم خوابگاه تشکیل کنیم که آدمایی که بیدار و بیجا همین خیلی آدم ها را همینجا جای کرده خوراکش داده همینجا نگاهبین کردن نقشه داریم. کارمون دوام دارد. در این کار ما عقیده‌دارای خودمون یک چند سال کارا خودشون را میگذرانند.